نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. در آیات گذشته در بعضی از دستورات و احکام الهی که ارشاد فرمودند، بیان فرمودند، این دستور را خواندیم: یا قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خدا را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید. اطاعت خدا و اطاعت رسول شامل تمام احکام شریعت میشه، از نماز گرفته تا بقیه احکام. اما در این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد میخوانیم: و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. علما و مفسرین میفرمایند این عطف بر همون هست. وقتی که عطف بر اون هست در اطاعت خدا، نماز، بحث نماز هم می آید، اما نظر به اهمیت نماز، با توجه به اهمیت نماز و زکات، بعد از احکام عمومی به صورت خاص نماز را یاد فرمودند. و اقیموا الصلاة، به ویژه نماز را به جا بیاورید. اینها اصول فوز هستند، اصول رستگاری، اصول موفقیت. اقیموا الصلاة، نماز را به جا بیاورید، اقامه کنید. قبلا خدمت شما گفتیم که یکی هست خواندن نماز و یکی هست اقامه نماز. خدای عزوجل در هیچ جای قرآن نفرموده که نماز بخوانید، صلو، بلکه همه جا گفته اقیموا الصلاة. یعنی تنها خواندن کفایت نمی کند، نماز را با جمیع حقوقش، با جمیع شرایطش، هم شرایط ظاهری هم باطنی. ظاهری از طهارت گرفته، طهارت بدن و طهارت لباس و طهارت مکان، و باطنی خشوع، خضوع، توجه الی الله، توجه قلب. همه اینها را رعایت کردن، وقت را رعایت کردن، مستحبات را رعایت کردن، آداب را رعایت کردن، این میشه اقامه نماز. پس اقامه نماز فرق میکنه تا خوندن نماز. الله میفرماید اقیموا الصلاة، نماز را اقامه کنید، و آتوا الزکات، و زکات بدهید، زکات مالتون را پرداخت کنید.
که اولی عبادت بدنی هست، دومی عبادت مالی هست. هر دو نوع عبادت لازم هستند و این دو به قول بعضی از علما که شمردند 62 جا نماز و زکات با هم ذکر شدند. خب یک جا کافی بود، یک دستور خدا دستور است، اما 62 جا بیان کردن، 62 جا تکرار کردن اهمیت مطلب را میرساند که این دو عبادت بسیار مهم است، بسیار توجه ویژه میخوان از طرف بندگان خدای عزوجل که متاسفانه بعضی ها در هر دو کوتاهی دارن، بعضی ها نماز به جا می آورند در زکات کوتاهی دارن. و اطیعوا الرسول، سومین اصل اینه که رسول را اطاعت کنید. یا اینجور هم میشه که تطبیق داد که نماز که میخوانی، زکات که میدهی، به روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نشان داده. در پرداخت زکات و اقامه نماز روش رسول الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید مد نظر باشد. لعلکم ترحمون، این نتیجه اصول سگانه هست. قطعا شما مورد رحم الهی قرار میگیرید، خدای عزوجل بر شما ترحم میکند. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، اونهایی که انکار میکنند، اونهایی که کفر میکنند، ابا میکنند، قبول ندارند نه نماز را، نه روزه را، نه زکات را، الله میفرماید اینها فکر نکنند که خدا را میتونند عاجز بکنه، العیاذ بالله. لا تحسبن الذين كفروا، هرگز گمان نکن تو ای مخاطب یا تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، الذين كفروا، کسانی که کفر کردند، معجزین فی الارض، نه در زمین عاجز کننده هستند. ببینید گاهی اگر از ماها کسی تخلفی بکنیم میتوانیم که پادشاهان دنیا را، حکومتدارها را عاجز بکنیم. مثلا یک مجرم مخفی میشه، یه جایی مخفی میشه، یه پناهگاهی برای خودش پیدا میکنه، بیرون نمیاد تا آخر نمیتونن دستگیرش بکنند. یا اینکه از دایره حکومت اون حاکم، از کشوری که اون حاکم حکومت میکند میگریزد، فرار میکند، در یک کشور دیگه میره پناهنده میشه. خب تا آخر دست حاکم بهش نمیرسد. پس این مجرم عاجز کرد حاکم را، با گریختن، با پنهان شدن، با مخفی شدن عاجز کرد، دست حاکم بهش نرسید. پیش خدای عزوجل چنین چیزی نیست. کسی نمیتواند که چنان مخفی بشه که الله عزوجل را العیاذ بالله عاجز بکنه، یا بگریزد به ملک دیگه بره، به سلطنتی دیگه بره، جایی نیست. لذا الله می فرماید لا تحسبن الذين كفروا معجزین فی الارض، شما هرگز گمان نکن کسانی را که کفر کردند عاجز کننده هستند در زمین، نه خیر. و مأواهم النار، این نتیجه اخرویشون هست، جایگاهشون آتش جهنم است. و لبئس المصیر، جای رجوع بسیار بدی هست. الله پناه بده. خب این متعلق به بخش گذشته بود، آیات گذشته بود که یکی دو آیه مونده بود. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، این بخش دوم سوره هست. احکامی از قبیل احکامی که دیروز خواندیم، احکام دیگر در این بخش بیان میشه که در واقع تتمه هستند و متمم هستند برای احکام گذشته. ما اولین حکم را که اینجا خواندیم خطاب به مؤمنان بود که شما وارد خانه های نشید مگر اجازه بگیرید. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا
و تسلموا علی اهلها. شما اجازه بگیرید و بعدا وارد خانه بشید. خب اون اجازه گرفتن برای یک اجنبی هست، برای یک بیگانه هست. اما کسی که مال این خانه هست، خادم این خانه هست، یا اینکه کسی هست که اجازه دارد، مثلا بعضی خادمه ها هستن کنیز، بعضی کنیز ها هستن که خدمت میکنند، اینها میرن داخل خانه، ظرفی میشویند، لباسی جمع میکنند، خانه را جمع و جارو میکنند. اینها هر بار بیاد در بزنه اجازه هست بیان جارو کنم که نمیشه. برای اینها اون حکم نیست. بچه کوچکی که تردد میکنه هنوز به بلوغ نرسیده، برای اون بار بار اجازه گرفتن نیست. اما در این آیه میفرماید که برای همین افراد که اجازه دارند در سه وقت خاص باید اجازه بگیرند. باید مسلمان وقت شناس باشد. خدای عزوجل قوانین را طوری ترتیب داده که اگر ما به اینها عمل کنیم در همین دنیا زندگی راحتی خواهیم داشت، ولی متاسفانه کمتر رعایت میشه، کمتر مردم توجه میکنند. لذا فرمود که در سه وقت همینها هم باید اجازه بگیرند. این سه وقت چی هستند؟ اول آیه الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید اجازه بگیرند از شما اون کنیزک هایی که کنیز شما هستند، شما مالک اونها هستین. والذین لم یبلغوا الحلم، و آن بچه هایی که هنوز به بلوغ نرسیدند، بچه های کوچک که وارد خانه می شوند باید اجازه بگیرند از شما. منکم 3 مرات، 3 بار. این 3 بار معمولا ساعتی هست، لحظاتی هست که شما در خانه لباس های اضافی را بیرون می کنید، لباس راحتی می پوشید، لباس خواب می پوشید، در شرایطی هستید که دوست نداری کسی دیگه شما را ببیند. لذا در این وقت که وقت استراحت خاص هست، در این 3 وقت یا امکان در انسان با همسرش باشد در این وقت باید اینها که میان اجازه بگیرند. یک، من قبل صلاة الفجر، قبل از صلاة فجر، اون زمان که انسان تازه از خواب بیدار میشه. خب الان مردم برای کار و بار ساعت 9 و 10 میاند، قدیما زود می آمدن. اون زمان که هر کسی در لباس راحتش هست، امکان داره لباس های بسیار معمولی و مختصری به تنش باشد. 2، وحین تضعون ثیابکم من الظهیره، لحظه ای که شما لباس هایتون را میگذارید به وقت ظهر، وقت قیلوله. معمولا وقت ظهر هم وقت استراحت است برای کسانی که صبح تا دیر وقت نخوابند. البته کسانی که صبح زود سحر بیدار میشوند، بر حسب سنت بعد از اون نیاز میشه که ظهر ساعتی استراحت بکنند، قیلوله بکنند. این ساعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم استراحت میکردند، سنت هم هست. لذا این وقت هم انسان لباسش را در میاره، دیگه کسی حتی همون افراد خاص نیان داخل خانه بدون اجازه. و من بعد صلاة العشاء، بعد از نماز عشاء که معمولا تازه انسان شروع به استراحت میکند، لباس را از تن در میاره. 3 عورات لکم، این 3 وقت هایی هستن که انسان ظاهر میشه و لباسش را به از تن در میاره. در این اوقات باید حتی افراد خاصی که اجازه تردد دارند هم اجازه بگیرند. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بر شما و بر آنان نیست گناهی بعد از این. یعنی غیر از این اوقات در دیگه اوقات بدون اجازه بیاند اشکال نداره. این افراد خاص
چرا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اونا به کثرت گشت میزنن، میرن میان، طواف میگویند رفت و آمد را، تردد را، به کثرت اینها تردد دارن، رفت و آمد دارن، لذا هر بار که اجازه گرفته بشه حرج میشه، هم برای شما مشکل است هم برای اونها. پس در اوقات دیگه نیازی به اجازه نیست، اما در این اوقات بله. کذالک یبین الله لکم الآیات، این گونه الله تعالی برای شما آیات را بیان میکند. والله علیم حکیم، خداوند علیم هست، یعنی حکمت ها را میداند. حکیم، الله عزوجل حکیم هست، در دستوراتی که به شما میدهد حکمت را، مصلحت را الله تعالی رعایت میکند، مصلحت همه شما را. لذا گاهی که ما وارد خانه نزدیکان خودمون میشیم فکر نکنیم که نزدیک ما هست، برادر ما هست، خواهر ما هست، خودمانی هست. اخیر اجازه گرفتن دستور شرعی هست. اجازه گرفتن اجنبیت و بیگانگی را ثابت نمی کند، اجازه گرفتن پایبندی به دستور خدا را ثابت می کند. بعضی میگن مگه ما بیگانه ایم؟ بیگانه که نباشید، اون عروس شما، اون زن برادر شما شاید در حالت بیپردگی بود. لذا انسان باید اجازه بگیرد. این دستورات هر چی که بیشتر رعایت بشه زندگی انسان سالمتر میشه، قلب مطمئنتر و آرامش بیشتری در زندگی حاکم میشه. خب بچه های کوچک گفتیم که نیازی به اجازه ندارند، اما وقتی که به بلوغ رسیدند و نزدیک بلوغ دیگه اینها اجازهشون شروع میشه. بعضی ها هستن متاسفانه که بعضی حتی خانم ها، خواهران از بچه ها که کوچک بودن با اون بچه ها در یک محیط زندگی میکردند. مثلا بچه عرض کنم برادر شوهر است، بچه ای هست که از نظر محرمیت محرمش نیست، خب با هم بودن، بعدن این بچه بزرگ میشه، این بچه به بلوغ میرسد، جوان میشه. لذا چون که در کوچکی، در طفولیت پیشش بوده و هیچ نوع پرده حجابی نبوده، همون بی تکلفی را هنوز خواهد داشت، میگه عادت کردم. یا مثلا دختر عمو و پسر عمو در سن کوچکی با هم همبازی بودند، بی تکلف بودند، مثل برادر و خواهر بودند. وقتی که سنشون بالا میره، به بلوغ میرسند، احکام فرق میکنه. اینجا باید از همدیگه جدا بشن، فاصله بگیرن، حجاب را رعایت بکنن، در پرده باشد دختر. گرچه بی تکلف بودن مثل برادر و خواهر، خب اینا نکاحشون، عقدشون با همدیگه جایزه. اگر محرم بودن عقدشون جایز نمیشد. پس وقتی که پسر یا دختر به بلوغ میرسه، به نزدیک بلوغ میشه، احکام فرق میکنه، ولو اینکه تا دیروز با هم دیگر اینها رفت و آمد داشتن. لذا باید اینجا انسان قطع بکند، دستور خدا را اجرا بکند. تمام خیر و برکت در اجرای دستورات خدای عزوجل است. ما کمتر به این احکام توجه میکنیم، اینها را رعایت میکنیم، خیلی ضروری هست. لذا الله میفرماید و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، زمانی که اطفال از شما به بلوغ میرسند، فلیستأذنوا، باید اجازه بگیرند، کما استأذن الذین من قبلهم، همان گونه که اجازه گرفتن کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی کسانی دیگه که بالغند اجازه میگیرن، اینها مرا مثل اونها هستند. دیگه نمیشه بگیم دیروز بچه بود عادت کردیم باش، مثل بچه خودمان هست. نه، دستور خدا هست. والله علیم حکیم. باز هم
همون صفات. این احکامی که بیان می شوند در پایان این احکام الله می فرماید والله علیم حکیم، یعنی مسلمان خدا خوب می داند، از تو بهتر می داند مصلحت تو را. حکیم هست، احکامی که برای شما وضع می کند، دستوراتی که به شما میده، تمام مصالح و حکمت ها را الله در نظر گرفته. حکمتی که الله تشخیص میده تو تشخیص نمیدی، بس بیا تسلیم دستور رب باش. والله علیم حکیم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا. حکم دوم، ما قبلا درباره اینم تتمه اون حکم است، درباره حجاب زنان خواندیم که زنان خودشون را کاملا تحت پوشش قرار بدند، حیا و عفت را باید حفظ کنند. اما اگر زن پیرزنی بود، سنش بالا هست، چنان سنش بالا هست که هیچ توقع نکاح مجدد در صورتی که شوهرش فوت کرده از این نمی رود، از بس که سنش بالا هست. خب بعضی زنها هستن میگن ما پیر شدیم، مثلا 40-45 دارند، اینها امکان ازدواجشون هست. اما بعضی زنها از 60 رد می شوند که چنان پیر می شوند که آثار پیری به ظاهر بدن هم خودش را نشان میده. ظاهر بدن مثلا چهره چروک بر می دارد، دست و پا جمع میشه، موها سفید میشه، مشخص پیری. لذا وقتی که زن چنین شرایطی داشته باشد، بعضی لباسهای اضافی را در داخل خانه یا وقتی که از خانه خارج میشه، اگر مثل بقیه زنهای جوان حجاب نکند ایرادی نداره، گرچه قرآن میگه بازم بهتره براش. البته من خدمت شما عرض کنم که این به سن و سال نیست. بعضی زنها هستند که واقعا از نظر ظاهر پیری خودشون را نشون میدند، اما بعضی زنها هستند بلا نسبت به خودشون خیلی میرسند از نظر آرایش، ولو اینکه سنشون بالاست، ولی بسیاری از تدابیر را رعایت میکنند، مثل زن جوان میمانند از نظر ظاهر. اینا حکم جوانها را دارند، اینها دیگه مثل پیرها نیستند. اینها باید حجاب را کامل رعایت بکنند، اینها باید که هیچ بخشی از بدنشون ظاهر نشه. لذا الله میفرماید والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا. اون زنهای که نشستند، خانه نشینند، از زنهایی که امید نکاح ندارند، این اللاتي لا يرجون نکاحا تفسیر قواعد است. اینا که نشستن به چه معنا؟ یعنی هیچ فکر دیگه ازدواج نیست، برای همیشه بدون شوهر، از شوهر وقتی که فوت کرده یا طلاقش داده، چون پیر است. فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. خداوند عزوجل دو چیز برای این بیان می کند، یکی رخصت، یکی عزیمت. یکی رخصت، یکی عزیمت. رخصت یعنی اگر میخواست راحت تر باشه مرخصه، این کار را بکنه، اجازه برایش است. اما اگر به خود دستور، اصل دستور عمل کند بهتره. لذا اول رخصت. فلیس علیهن جناح، بر آنان گناهی نیست، ان یضعن ثیابهن، اینکه بگذارن لباسهای خودشان را، لباسهای اضافی را، مثلا چادر بزرگ را بذاره روسری داشته باشه، اما شرطش این غیر متبرجات بزینه، نه اینکه زینت خودش را به معرض نمایش بگذارد. این همون زنهایی بود که عرض کردم با وجودی که پیرن جوانند،
جراحی میکنه یا وسایل آرایشی زیاد استفاده میکنه که سالم مونده. لذا این که خودش را نشان بده این تبرج به زینت است، زینت را به نمایش گذاشتن است. این نه، اونی که عرض کردم چنان بدنش جمع شده، ضعیف و نحیف و لاغر شده، چروک برداشته که پیری خودش صدا میزنه، خب اون اشکالی ندارد. اما و ان یستعففن خیر لهن، این دوم هست، عزیمت. اون رخصت بود، این عزیمت. اما اگر همین زنها باز هم پرهیز کنند و دوری بکنند از بیپردگی، بهتر است برایشان. همین ها هم رعایت بکنند. والله سمیع علیم، الله عزوجل شنواست، علیم داناست. الله تعالی هم اقوال شما را میشنود، هم حالات شما را میداند و خدای تعالی برای شما حکم صادر میکند. خب این درباره زنان بود، حجاب زنان که ما در گذشته خواندیم زنان حجاب بکنن، این تتمه اش بود. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. ما بازم تتمه حکم گذشته که بدون اجازه خانه کسی نرویم. خب خانه رفتن، ورود به خانه ممنوع شد، اما بعضی اوقات ممنوع نیست مطلقا باید اجازه گرفته بشه. بعضی اوقات انسان میره از خانه برادرش، خانه پدرش، خانه دوستش، دوست صمیمی که با هم بی تکلف هستند، خوراکی، غذای، چیزی استفاده می کند. آیا این هم بدون اجازه درست نیست؟ بسیاری چیزها هستند که نیاز به اجازه ندارند. جاهایی که شما می دانید اذن اونجا موجوده. مثلا هر برادری اگر برادرش بیاد خانهش غذا بخوره خوشحال میشه، نباشه بدون اجازه بیاد سر سفره بشینه خوشحالتر میشه که برادر من هست. یا بعضی دوستا با هم چنان صمیمیت دارند، سوای اون مسائل حجاب، این بحث خوراک است، بحث غذا است، اون بخش که حکمش بیان شد. یا بعضی اینو نوشتن که بعضی افراد دوستهایی داشتند، دوستهایشون معذور بودند، مثلا نابیناست یا لنگه، میلنگه. خب این دوستش را میبره بدون اجازه پدر خونه پدر، در صورتی که خودش با پدر زندگی نمیکنه. بدون اجازه مادر خونه مادر، در صورتی که مادر خونه جداگانه ای داره. بدون اجازه برادر خونه برادر. این اشکالی ندارد. در شأن نزول این در بعضی روایت ها نوشتن بعضی افرادی که معذور بودند، مثلا نابینا بودند یا مریض بودند، با دوستان خودشون میرفتن، اون دوستان خونه بقیه اقارب و خویشاوندان، مثلا خونه برادرشون میبردن، به اینا غذا میدادن. اینا یک مقدار در فکرشون این غذا دادن خوب نبود. میگفت این از خودش به ما نداد، از خونه برادرش داد، معلوم نیست که برادرش راضی هست یا نیست، برای من این نان حلال یا نیست. میگه اون وقت این آیه نازل شد. بعضی دیگه شأن نزول های متعددی بیان کردن. بعضی افراد میگویند که مثلا دو تا دوست بودند، یک دوستی میرفت جایی، کلید خانه را به دوست دیگه داد که تو خونه باشد، از خانه نگهبانی بده. خب این دوست فقیر بود، بی بضاعت بود، چیزی نداشت. در خانه همه چیز موجود بود، آرد بود، غذا بود، خرما بود، ولی این میگفت چون مال دوستم هست من اجازه نگرفتم. با هم بی تکلف بودن، لب به غذا نزد. از اون طرف که دوستش آمد خیلی ضعیف شده بود، گفت چرا از این همه وسایل که جا بوده استفاده نکردی؟ گفت که من اجازه نداشتم. اینجا این که اجازه نمیخواد. یا مثلا الان در شرایط ما
دوست خانهش را در اختیار ما میگذارد که ما اونجا چند روز بمانیم، یا اینکه خودش مسافرت میره کلید را به ما میده، ما جای دیگه نداریم همون جا هستیم. خب یخچالش پر از وسایل هست، غذا هست، نان هست، پنیر هست، فلان هست، این دیگه نیازی به اجازه ندارد وقتی که چنان صمیمیتی است که با هم بی تکلف هستیم. در چنین مواردی این آیه میگوین نازل شد. خب از این موارد زیاد هستند، شما خودتون در ذهنتون بسیاری صورتها را دارید. لذا الله می فرماید لیس علی الاعمى حرج، بر اون انسانی که نابینا هست بر او حرجی نیست، یعنی اشکالی ندارد. ولا علی الاعرج حرج، و اون کسی که لنگ هست بر او حرجی نیست. ولا علی المریض حرج، و اون کسی که مریض هست بر او حرجی نیست. ولا علی انفسکم، و نه بر خود شما، ان تأکلوا من بیوتکم، اینکه بخورید شما از خانه هایتون و به اونها بدید. او بیوت آبائکم، یا خانه های پدرانتان. او بیوت امهاتکم، یا خانه های مادرانتان. او بیوت اخوانکم، یا خانه برادرانتان. او بیوت اخواتکم، خانه های خواهرانتان. او بیوت اعمامکم، یا خانه عموهایتان، عمویتان. او بیوت عماتکم، یا خانه های عمه های شما. او بیوت اخوالکم، یا خانه های دایی شما. او بیوت خالاتکم، یا خانه خاله های شما، دایی ها و خاله ها. او ما ملکتم مفاتحه، یا اون خانه که کلیدش را شما مالک هستید. فعلا کلیددار شما هستید، امین شما هستید، امانتدار شما هستید، خانه با تمام وسایل در اختیار شماست. او صدیقکم، یا دوست شما، دوست صمیمی شما از خانه او. شما اگر چیزی مصرف بکنید بخورید، این اشکالی ندارد که کسی در دلش بگه برای من حرام شد، اجازه نگرفتم. بعضی مردها تکلف دارند، خشکی هم دارند، در خانه میان یه چیزی میبینم میگه من بدون اجازه این چیز را خوردم. گاهی آدم ناراحت میشه، چقدر تکلف. یه خرمای مثلا خورده، آمده مثلا کسی تو خونه شما درخت توتی هست، یک توتی برداشته، بعد میگه من یک توت خوردم، اجازه نگرفتم از شما. اینقدر اسلام سخت نگرفته که ما بعضی وقتا خشکی میکنیم. لذا انسان میدوند این آقا طبیعتش چیه. من چیزی تو خونهش خوردم خوشحال میشه، راضی میشه. خب این نیاز به اجازه نداره. هر جایی که انسان احساس میکنه طرف بر طرف سخته دیگه، اونجا بالخصوص مثلا طلاب تو اتاقشون امکان داره غذای بیارن به اندازه یک نفر، دیگه طرف دوم، نفر دوم نگین دوست من از فرقی نمی بیاد غذای اون بخوره، اونجا اجازه لازم است. ولی نه تو خونه ها که همه چیز فراوان است این چیزها لازم نیست. لیس علیکم جناح ان تأکلوا. خب اینجا بحث نابینا آمد، بحث اعرج آمد. امکان در شما با اینها در یک ظرف، بعضی میگن سنت با هم بخوریم. خب بعضی طبیعت ها فرق میکنه. شما در یک ظرف غذا بخورید 3-4 نفر، اون کسی که نمیبیند اون خوردنش فرق داره، شاید بر شما سخت بشه. اون از کجا میخوره؟ جلوی خودش را میبینه، از جلوی کسی دیگه میخوره، به چه شکل غذا را آلوده میکنه. یا کسی که مثلا اعرج هست، لنگ هست، طوری مینشینه که باید پایش را دراز بکنه، انسان با او نشستن در کنار او حرج میشه. همچنین مریض. لذا در این شرایط اگر ما بگیم که نه یک جا باید بخوریم، سنت هست، الله اینجا برای ما اجازه داده. یا افراد طبیعتایشون فرق دارد، یکی دوست داره با کسی دیگه بخوره، 3 نفر 4 نفر 2 نفر با هم در یک ظرف غذا بخورند، بعضی میخواند که جدا بخورند. لذا الله می فرماید لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. گناهی بر شما نیست که شما همه بخورید، همگی با هم بخورید، او اشتاتا یا متفرق، جدا جدا.
امام ابن کثیر میفرماید فهذه رخصة من الله تعالی، این رخصتی هست، این اجازه‌ای هست از طرف خدای عزوجل فی ان یأکل الرجل وحده، که یک انسان تنها میخواد غذا بخوره، و مع الجماعه، یا با جماعت جمع میخواد بخوره. و این کان الاکل مع الجماعت ابرک و افضل، گرچه خوردن با جماعت، با هم خوردن در یک ظرف بزرگ غذا گذاشتن، هر یک از یک گوشه خوردن باعث برکت بیشتر و باعث فضل بیشتری هست، سنت همینه. ولی کسانی که در حرج واقع میشوند، کسانی که چنان عادت کردن نمیتوانند، برای اونها الله رخصت داده. او اشتاتا معنیش همینه. خب فاذا دخلتم، حکم چهارم، شما از خانه همدیگه میتونید غذا بخورید، مصرف بکنید، اما آداب را هم رعایت بکنید، سلام گفتن و خوش آمد گفتن به همدیگر. فاذا دخلتم بیوتا، هرگاه شما داخل خانه ها شدید، فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبة، سلام بگویید علی انفسکم، به خودتان. به خودتان، من به خودم سلام بگم معنیش اینه که من وقتی که به برادرم، به دوستم سلام میگم، به خودم گفتم، چون اونم به من میگه و علیکم السلام. تحیة من عند الله مبارکة طیبة، این تحیه هست و تحفه خدایی هست از جانب الله که مبارک هست، تو این برکات هست. سبحان الله. السلام علیکم برکات داره. السلام علیکم جمله دعایه هست، ما به این بعدش فکر نمی کنیم. هم دعا هست هم محبت میاره. وقتی که من به برادرم میگم السلام علیکم، یعنی سلام خدا بر تو باد، یعنی از طرف خدای عزوجل چنان سلامتی که از هر آفت، از هر مصیبت، از هر مریضی، از هر خوف خطر در امان باشی، سالم باشی برادر. این محبت میاره. السلام علیکم. پس الله میفرماید این مبارک هم هست، طیبه هم هست. طیبه زیبا هست، زندگی انسان را طیب میکند، زندگی را شیرین میکند. اما متاسفانه کمتر در عرف خود ما سلام گفته میشه و سلام کم کم جمع میشه. بعضی ها جایگزین هایی برای سلام آوردند. همین که دیروز عرض کردم، یکی میگه یا الله، میگه بفرما، دیگه تمام شد، سلام نگفتند. الان یا الله هم خوب، نام خداست، اما السلام علیکم سنت است، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. حتی برگشتن و رفتن خداحافظی هم السلام علیکم، این جمله دعایه هست. جمله دعایه هست و یک فایده جمله دعایه هست. دوم این که عمل به سنت شده، ثواب میرسد. دو، سوم این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اونی که اول سلام میگوید اون از کبر، از تکبر بری هست، در واقع نوعی تواضع هست. سه، چهارمی که محبت میارد، خیلی فواید داره. پس باید اصل اون چیزی که اسلام گفته باید جایگزین کنیم. کذالک یبین الله، این ترغیب است. الله این گونه برای شما آیات را بیان میکند. قربان الله بریم که جزئیات را هم به ما نشان میده، ما را قدم به قدم راهنمایی میکند چطور زندگی کنید. لعلکم تعقلون، شاید شما بفهمید، عقل بکنید، از عقلتون کار بگیرید و زندگی خوبی داشته باشید. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، در پایان این سوره الله عزوجل بین مؤمنین و بین غیر مؤمنین یک مقایسه می کند. غیر مؤمنین یعنی منافقین. مؤمنین الله می فرماید که همیشه ادب را، احترام را رعایت می کنند. موضوع استیزان، اجازه گرفتن، برخاستن از جلسه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیغمبر را صدا کردن با چه ادبی، چه احترامی.
لذا اینها آدابی هستند که الله برای مؤمنین میفرماید و تشویق میکند همه ما این آداب را رعایت کنیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جز این نیست که مؤمنان آنانی که ایمان به خدا و رسول خدا دارند، و اذا كانوا معه على امر جامع، هرگاه با او باشند بر یک امر اجتماعی، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، نمی روند حتی که اجازه بگیرند. ببینید یه امر اجتماعی، مثلا یه مشوره ای هست باید همه باشند، رسول الله میگه جمع بشید به خاطر جهاد، مثلا درباره یک موضوعی میخوان مشوره بکنن، اینجا که آمدن جمع شدند هر کس بلند میشه باید اجازه بگیرد. گاهی امیری، کسی که در رأس هست، شما را جمع میکند که مشوره ای هست، یک صنفی شما هستید، رئیس صنف شما را جمع میکند، مشوره ای دارند درباره کار شما، درباره محله، درباره عرض کنم که زباله های به طور مثال محله، درباره نظافت محله، در رابطه با موضوعات رفاهی اجتماعی، اینا همه دین هستند. جمع میشیم، یک کسی که در رأس هست، کسی که نماینده ما هست، کسی که رئیس ما هست. خب وقتی که جمع شدیم یا یک مسئله دینی هست، همه جمع شدیم با هم مشوره میکنیم، کسی اگر نیازی دارد میخواد بلند بشه، خب شما را اینجا خواستن از شما نظر بگن، شما اگر برای شما عذر پیش میاد حتما اجازه بگیر. این جزء آداب است. الله مؤمنین را تعریف میکند که و اذا كانوا معه على امر جامع، هرگاه با اون پیامبر باشند بر امر جامعی، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، آنها نمی روند حتی که اجازه بگیرند از پیغمبر. ان الذين يستأذنونك، همانا کسانی که از شما اجازه میگیرند ای رسول الله، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، این افراد کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول دارند. اینها واقعا ایمان دارند، احترام را دارند و رعایت میکنند. لذا شما ای پیغمبر هم در دادن اجازه سخت نگیر، اجازه که میگیرن اجازه بده وقتی که عذر دارند. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، هرگاه از شما اجازه میگیرن برای بعضی از کارهایشان، فأذن لمن شئت منهم، اجازه بده برای هر کسی که تو میخواهی. تشخیص دادی که این عذر دارد بنده خدا، اجازه بده. واستغفر لهم الله، و برای اونها دعای خیر هم بکن، استغفار بطلب برای آنها از الله، معافی بخواه. ان الله غفور رحیم، بدون شک الله عزوجل غفور هست، بخشاینده و مهربان است. اما یکی دیگر از آداب اینه که هر وقتی که رسول صلی الله علیه وسلم را صدا می کنید یا رسول شما را صدا می کند، دو تفسیر داره. دعای رسول یکی این است که رسول شما را صدا می کند، دعا الرسول ایاکم. لذا صدا زدن پیغمبر را مثل صدا زدن بقیه مردم ندانید. مثلا دوست شما که با شما بی تکلفه، به شما میگه بیا اینجا، شما میگید باشه میام، ولی کارت را انجام میدی، 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه، بعد از اون فارغ که شدی میای میگه چی کاری داشتی. اما وقتی که رسول شما را صدا میکند فوراً بیایید دیگه، درنگ نکنید، تأخیر نکنید، لفتش ندید. یک معنیش اینه. امروز هم مثلا یکی دوست ما هست ما را صدا میکنه و یکی پدر هست، قبلگاه هست، کسانی که این نعمت را دارند. وقتی که پدر میگه بیا دیگه، به قول محلی دست در خون هست، هم انسان باید فوراً به چشم خودش را برساند. صدا زدن کسی که برای ما خیلی احترام داره با یک انسان معمولی باید فرق داشته باشه. اینجا درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یک تفسیر اینه. یک تفسیر دیگه اینه که شما که پیغمبر را صدا میزنید
مثل این که همدیگر را صدا میزنید نباشه. احمد، محمود، فلان، نه، رسول الله را حتی بعضی ها می آمدن گفتن یا محمد. الله عزوجل تذکر داد نه، بلکه رسول الله را با احترام صدا بزنید. حتی اجازه نداریم اسمش را بگیم، یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا خلیل الله. امروز هم شما که اونجا انشاءالله توفیق تشرف داشته باشید برای عرض سلام بروید، اونجا هم شما می روید، شما عرض سلام میکنید با نام. اونجا شما اجازه نداری بگی السلام علیک یا محمد. این حکم امروز هم هست. السلام علیک یا ابا القاسم، نه، این اجازه ندارید. اونجا که میریم هم میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رحمت للعالمین. اون صفاتی که الله گفته در قرآن بهش، باید با اون صفات صدا بزنیم. لذا الله می فرماید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا. شما قرار ندهید صدا زدن رسول الله را بین شما. عرض کردم یا تفسیرش اینه رسول الله شما را صدا میزند، یا اینکه وقتی که شما رسول الله را خطاب میکنید و صدا میزنید بین خودتان که دعای بعضکم بعضا، مثل خواندن بعضی از شما بعضیتون را. شما هم دیگر را چطور صدا میزنید یا چطور لبیک و اجابت میگویید برای خواندن هم دیگر؟ مال رسول الله فرق داشته باشه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. این زجر برای منافقین است. عرض کردم مقایسه ای هست بین صفات مؤمن و صفات منافق. مؤمن کمال ادب و احترام دارد، منافق نه. منافق نیرنگ باز است. درباره مؤمن خواندیم که اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. در محضر رسول الله باشند بدون اجازه خارج نمیشه، نشسته. اما منافق نه، نگاه میکنه از ستونی رب پناه قرار بده در بره، یا یک آدمی بلند بشه در سایه او، در پناه او آهسته در میره بدون اجازه. الله میفرماید قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا. همانا الله میداند کسانی را که تسلل میکنند. تسلل در رفتن را میگن. لوازن یعنی پناه گیرنده حال است، در حالی که پناه گرفته، یعنی در پناه شخصی، در پناه ستونی یا در پناه دیوار خودش را پایین میکند، در میره که پیغمبر او را نبیند. الله میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره. باید برحذر باشند، بترسند آنانی که مخالفت امر رسول را میکنند. از چی بترسند؟ ان تصیبهم فتنه، از اینکه فتنه یعنی عذابی در همین دنیا اونها را بگیره، او یصیبهم عذاب علیم، یا اینکه به اونها عذاب علیم در آخرت به سراغشون بیاید. لذا باید بترسند. در پایان بیان توحید هست و مدعای اصلی، اصل همه احکام مسائل برای اثبات توحید است. جهاد هم هست برای اعلاء کلمت الله و توحید. لذا الله می فرماید الا ان لله ما فی السماوات والارض. همانا برای الله است تمام تصرفات، تمام اختیارات آسمانی و زمینی. قد یعلم ما انتم علیه. همانا الله میداند آن حالتی که شما بر او هستید، یعنی از احوال و شرایط شما کاملا خبر دارد. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا. الله میفرماید روزی که برگردانده میشوند این انسان ها به سوی خدا، خدا خبر میدهد که چه عمل کردند. فینبئهم بما عملوا، اعمالشون را خبر میدهند. گاهی بنده عرض میکنم ما اگر همین یک آیه را
بر صفحه دلمان بنویسیم، بر تخته قلبمان بنویسیم، برای تقوای ما کافی هست. اگر ما بدانیم که روزی که به سوی خدا برمیگردیم خدا به ما خبر میده ما چه کردیم. ما در خونه هایمون وقتی که تنها نشسته بودیم چه می کردیم؟ ما در بازار داد و ستد می کردیم چه می کردیم؟ ما در بیابان که تنها بودیم چه می کردیم؟ ما در هر جا، در جمع، در خلوت، در جلوت، در کوچه، در خیابان، اون جایی که نامحرم جلوی ما بود، اون جایی که صدای موسیقی بود، اون جایی که مجلس لهو و لعب بود، اون جایی که مجلس گناه بود، هر جا ما هر چی می کردیم خدا خبر میده. فینبئهم بما عملوا، خدا خبر میده که چی کردند. چرا؟ چون که والله بكل شیء علیم، الله به هر چیز علیم است، هر چیز آگاه است. فکر نکن که خدا نمیداند، خدا میداند. لذا وقتی که انسان با این استحضار باشد، با این حضور قلب باشد، قطعا این انسان از خدا میترسد، این انسان گناه و معصیت نمی کند. بله، این سوره مبارکه نور بود که به توفیق الله به پایان رسید. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.